تاتیانا پترووا سخنگوی پلیس ولایت مسکو به خبرگزاری ریا نووستی خبر داد که در پی زنوزنی روز 5 آگوست در شهر میتیش 37 مهاجر را از روسیه اخراج کردند. پترووا از کدام کشور بودن آنها را نگفت، ولی آنها غالبا شهروندان تاجیکستانند، چون که در میتیش روز 5 آگوست زادگان تاجیکستان و چچنستان مناقشه کرده بودند. تاتیانا پترووا گفت در پی زنوزنی در میتیش 66 مهاجر را دستگیر کردند. نسبت به آنها 134 پروتکل مأموری ترتیب دادند، از جمله 54 پروتکل برای ویران کردن قاعده‌های ثبت نام، 65 پروتکل برای میده افباشی، 15 پروتکل برای استعمال مشروبات در مکان ممنوع. در نتیجه 49 نفر را به مبلغ 5000 روبل جریمه بسته برای اخراج بعدی به مرکز نگهداری خارجیان فرستادند. 37 نفر آنها الکی به وطنشان فرستاده شدند. تاتیانا پترووا گفت به ضد زن 54 ساله از جمهوری چواشستان صاحب هاستل که خارجیان زندگی میکردند بر اساس ماده 322 کودکس جنایتی روسیه با اتهام تشکیل مهاجرت غیر قانونی پرونده جنایتی گشودند. این زن را به شرط بیرون نرفتن از محله زیست از بازداشت جواب دادند. قبلا فن از قبل یک منبع خود در مقامات حفظ حقوق خبر داده بود که مناقشه روز 5 آگوست در کوچه پاگرانیچنای در شهر میتیش ولایت مسکو به سبب آنکه زادگان تاجیکستان و چچنستان کدام تجارت را تقسیم کردن نتوانستند رخ داده است، ولی شاهدان حادثه به بامداد فرضیه کاملا دیگر را نقل کردند. به گفته آنها وقتهای آخر زادگان چچنستان و دیگر جمهوری‌های قفقاز شمالی تلاش دارند تا مهاجران کاری را از کشورهای آسیای مرکزی داله ببندند، ولی آنها راضی نیستند و مقاومت نشان داده ایستادند.